با درود عزیزان، اومدم توی پارک ژاپنی مثلا و اینکه گفتم یه ذره اینجا ببینیم چه خبره توی این پارک زیبا. خیلی رمانتیکه، خیلی آنتیکه. خبرهای خوش در راهه و کلید موفقیت در دستان شماست. درها به روتون بازه. ببینید ویلکام دارید میگین. اصلا خیلی عالی اومده. در عشق واقعا عالی هستیم. دیگه بکشم. اوه به 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 به، خیلی با شماست. خیلی شما رهبرید، هر کاری شما کنید اون هم نه نمیگه. فقط اعتماد به نفست خودتون رو بالا ببرید، ناامید نباشید. رفته برمیگرده اگرم کسی رفته باشه. اگرم که شما داری راه جدیدی رو میرید، شخص جدیدی رو میخواد انتخاب بکنید، روی جلوتون هست، شخص خوبیه و خیلی رمانتیک خواهید بود. سی که این اپساید داونه، این چیز تود نیست. از بلا تکلیفی در بیایید و چرا خودتون پا در هوا میبینید نمیدونم. اصلا اینطور شاید اون طرف بلا تکلیفه، نمیتونه تصمیم درست بگیره، ولی خیلی رمانتیک اومد و خیلی آغاز، خیلی جنتلمنه. کارت ماجیشن اومد، ممکن شهری برمایی باشه و اینکه خیلی عالیه، خیلی عالیه. شما رو از بلا تکلیفی در میاره این آقا که متوجه شهری بر هست. دیگه چی میخواید؟ معجزه داره رخ میده، بهترین ها براتون پیش بیاد، در عشق، در کار، در زندگی، در هدفی که در پیش دارید گرفتید، در پیش دارید میرید رو به جلو. موفق بشین.